عشق همیشه قشنگه ولی همیشه آسون نیست. گاهی وقتا یک نگاه به عشق میتونه دنیات رو عوض کنه، گاهی وقتا هم همون نگاه میتونه زندگی تو خراب کنه. پس ما اینجاییم که عشق رو از دو زاویه متفاوت ببینیم. سلام، من کیانا هستم. تخصصم روانشناسی بالینی نیست، ولی سالهاست که روی روابط عاطفی، دلبستگی و الگوهای رابطه مطالعه میکنم و میخوام در مورد تحلیل رابطه با هم گفتگو داشته باشیم. اینجا میخوایم یاد بگیریم که چطور احساساتمون رو بشناسیم، چطور آگاهانه تر عاشق بشیم و چطور رابطه های سالم تری رو داشته باشیم. میخوایم با هم دیگه به دل رابطه هامون و چیزایی که تو رابطه هامون پنهون موندن پی ببریم، مثل ترسا، وابستگی ها تا رشد. و من آرمینم، تحلیلگر شخصیتی. من میخوام با یک زاویه شناخت خودمون و تیپ شخصیتیمون به عشق نگاه کنیم. گاهی وقتا فهمیدن این که من کیم و طرف مقابلم داره دنیا رو چه شکلی میبینه میتونه کل رابطه رو تغییر بده. پس ما اینجاییم که از دو زاویه متفاوت به یه موضوع نگاه کنیم: احساسات و منطق، دل و تحلیل. دقیقاً. ما اصلا قرار نیست که به شما نسخه بدیم، ما فقط قراره که کمک کنیم عشق رو واقعی تر بفهمیم و اینو بفهمیم که چرا بعضی از رابطه ها موندنی هن و چرا بعضی ها نه. اینجا قراره در مورد چیزایی صحبت کنیم که معمولا کسی جرئت نمیکنه راحت بگه: ترس از وابستگی، ترس از تنهایی، عشق سالم، تفاوت‌های شخصیتی و راه رسیدن به رابطه موفق. قراره هم صادق باشیم، هم علمی و حتما نزدیک به واقعیت زندگی. اگه احساس میکنید این نوع نگاه به عشق و رابطه احساسی براتون مفید و جذابه، خوشحال میشیم که ما رو سابسکرایب کنید.